سلام، خوش اومدید به جلسه سوم از آموزش طراحی وبسایت فروشگاهی با استفاده از وردپرس. در جلسات پیش شروع کردیم به ساخت فروشگاهمون با استفاده از قالب آماده و رایگان آسترا. یاد گرفتیم چطور میتونیم این قالب رو نصب کنیم، پلاگین ها یا همون افزونه های لازم رو و ضروری رو نصب کردیم. یاد گرفتیم چطور میتونیم با استفاده از ویرایشگر المنتور بخش‌های مختلف رو ریدیزاین کنیم، مثلا تصاویر رو عوض کنیم، نوشته ها رو فارسی کنیم و محصولات رو فارسی کنیم یا محصولات خودمون رو جایگزین کنیم. از بخش سفارش سازی استفاده کردیم، بخش‌های مثل هدر و فوتر رو دوباره طراحی کردیم، شخصی سازی کردیم، فهرست رو تغییر دادیم. در این جلسه قراره که این بحث رو ادامه بدیم و قسمت‌هایی که نیاز به لینک دادن داره رو بهشون لینک بدیم و هر جا که باقی مونده رو تکمیل کنیم و در جلسه بعدی برسیم به بخش ووکامرس. خب اگر در صفحه اول دقت کنید، یه دونه دکمه داریم که نوشته خرید از کالکشن. اگر روی این کلیک کنیم می‌بینید به جای خاصی منتقل نمیشیم. حتی اگر قسمت آدرس بار نگاه کنید، بعد از اینکه اسم سایت تموم میشه یه علامت هش یا نامبر وجود داره که این و هیچ URL خاصی وجود نداره که به اونجا منتقل بشیم. خب ما می‌خوایم که اینجا لینک های مناسب قرار بدیم. خب برای این کار ما نیاز داریم که URL های آدرس هایی که قراره به اونجا منتقل بشیم رو داشته باشیم. مثلا می‌خوایم روی خرید از کالکشن کلیک کنیم، به صفحه کالکشن ها منتقل بشیم. خب پس لازم داریم که بدونیم به چه صفحه‌ای می‌خوایم چه URL منتقل بشیم. و در قسمت نوار در قسمت بالا فهرست‌های کالکشن داریم نوشته. اگر این کالکشن کلیک کنیم بازش کنیم، خب در این تب جدید در URLش رو کپی می‌کنیم. خب قسمت ویرایش با المنتور می‌زنیم. خب الان در ویرایشگر المنتور هستیم. روی همین دکمه خرید از کالکشن اگه کلیک بکنید، در پنل سمت راست قسمتی هست نوشته پیوند و همین هشتی که اینجا قبلا بود اینجا می‌بینیم. خب اینو دیلیت می‌کنیم و اون URLی که اینجا کپی کردیم اینجا پیست می‌کنیم. می‌خوایم تست کنیم آیا درست شده. حتما یادتون باشه که انتشار رو کلیک کنید. روی انتشار کلیک می‌کنیم. حالا قسمت مشاهده برگه که یک صفحه جدید باز کنه. حالا روی قسمت خرید از کالکشن کلیک می‌کنیم. می‌بینید که منتقل شده به صفحه کالکشن ها. دوباره بریم قسمت المنتور. خب دکمه بعدی دکمه مشاهده هم هست. می‌بینید که مربوط میشه به قسمت کالکشن ها. وقتی روش کلیک می‌کنید می‌خوایم دوباره به صفحه کالکشن ها منتقل بشیم. اگر روی کلیک بکنید قسمت پیوند ها سمت راست دوباره همون URLی که کپی کردید کالکشن ها رو اینجا قرار میدید و می‌تونیم انتشار بزنیم. حالا می‌ذاریم همه رو تمام کردیم، آخر انتشار می‌زنیم. خب دکمه‌های دیگه که داریم مثل مشاهده و خرید کالکشن، دوباره صفحه کالکشن ها نیاز داریم بریم. خب URLش رو داریم، فقط کافیه پیست کنیم اینجا. بعد قسمت کاتگوری میرسیم. در قسمت کاتگوری ببینید می‌خوایم وقتی که ما رو اکسسوری کلیک کردیم به صفحه فروشگاه، الان صفحه فروشگاه بخشی که مربوط به اکسسوری میشه رو به اون قسمت منتقل بشیم. خب در صفحه فروشگاه قسمت اکسسوری رو اگه کلیک بکنید، خب یه صفحه مختص اکسسوری در URL دقت کنید. بعد از اینکه پروداکت کاتگوری هست نوشته اکسسوریز، این مخصوص اکسسوری هاست. خب این URL رو کپی میکنید، میره توی المنتور رو اکسسوری کلیک کنید، قسمت پیوند اون چیزی که هست رو پاک کنید و پیست بکنید اینو. برای بلوز و تاپ هم به همین شکل باز دوباره قسمت فروشگاه کاتگوری بلوز و تاپ، الان داخل کاتگوری تاپس هستیم بالا، اینو کپی کنید و اونجا پیست کنید، اینجا پیستش میکنید. به همین شکل برای دو تای دیگه هم همین کار انجام میدیم. یه انتشار بزنیم، تستش کنیم. دوباره مشاهده برگه. مثلا میخوایم بریم به مثلا لباس‌های مجلسی، روش کلیک بکنیم میگه URL عوض میشه، پروداکت کاتگوری درس. تمام. و حالا مثلا ممکن سوال پیش بیاد که خب این درسی که این بالا نوشته رو، درسی که این بالا نوشته رو میخوایم عوض کنیم به یه چیز دیگه، این از کجا اومده، چرا درس است و اگه بخوام یه چیز دیگه بذاریم چیکار کنیم؟ خب بریم توی پیشخوان، تو قسمت محصولات، بخش دسته‌بندی ها، دسته‌بندی های مختلف، مثل همین اینجا لباس مجلسی بود. اگه لباس مجلسی کلیک بکنید ببینید یه نامکی نوشته
اگه یادتون باشه در رابطه این قسمت دسته‌بندی صحبت کردیم، گفتیم نامک رو حتما انگلیسی بذاریم باشه، خیلی بهتره. این درسز که اینجا نوشته، این نامکی که اینجا هست دقیقاً همون چیزی است که در URL نشون میده. فرض کنیم ما می‌خوایم اینو عوض کنیم، یه عبارت دیگه بذاریم، ببینیم چه شکلی میشه. به جای درس مثلا بذاریم مثلا درس 2. حالا که نوشتیم درس 2، حالا بهروزستانی میزنم. خب حالا دوباره وارد صفحه درس میشم. اگه من اینو ریلود بکنم دیگه صفحه پیدا نمیشه، به خاطر که دیگه کاتگوری درس نداریم، بلکه درس 2 داریم. حالا تو همینجا بیایم بذاریم درس 2 اینتر کنیم، وارد صفحه درس 2 شدیم. پس یاد گرفتیم این نامک که در اینجا نوشته شده به کجا به کار میاد. در URL اینجا به کار میاد. خب دوباره برمیگردیم به همون درس، دوباره اینو ریلود بکنم دیگه، حالا باز اینجا میگه صفحه پیدا نشد. برمیگردیم دوباره به همون درسی که قبلا بود، حالا اینتر میکنیم. خب بریم ادامه قسمت لینک دی. خب اینجا نوشته الان خرید کنید. خب روی الان خرید کنید کلیک کنید. قسمت پیوند اون URL اینجا میتونید بنویسید. مثلا میخواد کاربر منتقل کنیم به صفحه فروشگاه. رو فروشگاه کلیک میکنیم، این بالا آدرسش رو کپی میکنیم و در قسمت پیوند پیست میکنیم. تمام. قسمت نوشته فعلا صفحه بلاگ نوشته وجود نداره، کاری نداریم به این صفحه، به این بخش. تمام. این از تمام لینک های مربوط به صفحه اول. انتشار، یه دونه مشاهده برگه میزنیم. حالا اینجا همه اینا دیگه لینک داره. اگه مثلا روی مشاهده هم بزنم منتقل میشم بخش کالکشن. حالا صفحه کالکشن اینجا رو میخوایم ادیت کنیم. اولا که باید این کالکشن رو فارسی کنیم، مطالب اینجا رو فارسی کنیم. محصولاتی قبلا درست کردیم، مشکل نداره و اینجاها رو میتونیم بهشون لینک بدیم. دوباره ویرایش با المنتور میزنید. خب حالا که اینو قرار دادیم میتونیم بیایم استایل رو عوض کنیم و قسمت تایپوگرافی مثلا فونتش رو تغییر بدیم، رنگش رو عوض کنیم یا سایزش رو تغییر بدیم. خب قسمت دکمه هم به همین شکل متنش رو عوض میکنیم. حالا همین دکمه رو میخوایم بهش لینک هم بدیم، میخوایم منتقل بشه دوباره به قسمت کالکشن، صفحه کالکشن. خب اون URL مربوط به کالکشن اینجا قرار میدیم تو قسمت پیوند. خب این هم از URL. دوباره اینا رو فارسی تبدیل میکنید و اینجا دوباره شاپ کالکشن رو URL مربوط به کالکشن اینجا میذاریم. خب بعد از اینکه این دکمه رو لینک دادیم بهش و متن رو ترجمه کردیم به متن خودتون قرار دادید، از این صفحه خارج انتشار میزنیم و بعد از این صفحه خارج میشیم، میریم به قسمت محصولات جدید. خب صفحه محصولات جدید رو باز کنیم و دوباره متن بالا رو تغییر میدیم و چیز دیگه نیاز نداریم، فقط کافی متن رو تغییر بدیم تو قسمت ویرایش با المنتور. خب قبلا در رابطه با دیزاین این قسمت رو صحبت کردم. حالا برای مجددا برای جهت یادآوری، اگه بخواید مثلا این متن رو تغییر بدیم، میدونیم که برای قسمت استایل بشیم، قسمت تایپوگرافی برای تغییر متن هستش، رنگش در پایین هست، رنگ متن. یا مثلا میخواید راستچین باشه، چپچین باشه، میخوایم راستچینش کنیم، راستچین میشه. قسمت پیشرفته میخوایم فاصله بهش بدیم، فاصله خارجی که همون مارجین، فاصله داخلی که پدینگ بهش میگن رو میتونید در اینجا قرار بدید. گفتیم که فاصله ها بهتر بر حسب واحد رم باشه، ترجیحاً واحدها بهتر پیکسل نباشن یا رم باشن یا VW باشن یا درصد باشن، واحدهای نسبی باشه، واحدهای مطلق نباشه مثل پیکسل. خب حالا فرض کنید میخوایم تصویر بک‌گراندی که اینجا هست تغییر بدیم. الان این بک‌گراند مربوط میشه به این کانتینر. خب اگه سه نقطه این 6 نقطه کلیک کنیم بریم قسمت استایل پس ببینید تصویر وجود نداره، ولی یک کانتینر هست که روش یه دونه کانتینر دیگه قرار داره. بعد این کانتینر رو پیدا کنیم، اون کانتینر تصویر در اون کانتینر قرار داره. اینا چون روی هم دیگه افتادن خیلی کلیک کردنش راحت نیست، پس بهتر از
قسمت ساختار استفاده کنیم. ببینید در این بالا که چند تا لایه رو هم هست نوشته ساختار، کلیک بکنید. خب اینجا بهمون نشون میده. رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید در اینجا المان مربوطش سلکت میشه. مثلا روی این کلیک بکنم این تیتر سلکت شده. حالا وقتی من روی این نقطه ها کلیک بکنم این قسمت کانتینر سلکت شده. یک کانتینر در داخلش هست. روی من انتخاب بکنم این کانتینری که داخلش هست رو نشون میده. حالا برای تو قسمت استایل میبینم که این پس زمینه در اینجا قرار داره. خب میتونم تصویر دیگه رو بذارم اینجا. مثلا روی این کلیک میکنم، گزینش میزنم. خب این تصویر در اینجا قرار میگیره. یا اگه خواستم برمیگردم همون تصویر رو دوباره قرار میدم. خب این به راحتی تصویر تغییر میکنه. خب علاوه بر این تصویر واقعی، تصویر روشن‌تری هست. اگه نگاه کنید تصویر روشن‌تریه. ولی در این قسمت یه مقدار یه اوورلی گرفته به خاطر اینکه نوشته‌ها بهتر دیده بشن. خب برای انجام دادن این کار میایم روی این پایین‌تر قسمت روکش پس زمینه یا هم اوورلی. خب ببینید در اینجا یه رنگ انتخاب کرده. این رنگ رو انتخاب کرده. بعد اومده یه مقدار این شفافیت یا ترانسپرنسیش رو هم کمتر کرده. اگه من ترانسپرنسی رو بیشتر کنم میبینید که رنگ کامل، رنگ تقریبا آبی رنگ، آبی پررنگ رو در اصل رنگش اینه. اومده با اینجا ترانسپرنسی رو کم کرده، تبدیل شده به این چیزی کرد. یا اگه من ترانسپرنسیش رو کامل صفر کنم این تصویر واقعیه که در این صورت میبینید که نوشته‌ها خیلی خوب دیده نمیشه. پس برای همین وقتی میخوان نوشته روی تصویر بذارن حتما بیان یه کاور رنگی روی اون تصویر، یه روکش انگار روی اون تصویر قرار میدن. بعد با تغییر دادن این وضوح یا شفافیت تنظیم میکنن که هم طوری تنظیم بشه که هم نوشته خوب دیده بشه هم تصویر دیده بشه. این کار رو با قسمت روکش پس زمینه انجام میدیم. پس خب بریم که قسمت بعدی رو انجام بدیم. انتشار کلیک میکنیم که هر کار کردیم سیو بشه. دوباره مشاهده برگه. میخوایم قسمت فروشگاه رو حالا چک بکنیم، اگه نیاز بود ادیتش بکنیم. اگه ما رو ویراژ المنتور در این قسمت فروشگاه کلیک بکنیم این اتفاق نمیفته. یعنی المنتور برای صفحه کار نمیکنه. چون این صفحه کاملا در با سفارش سازی دیزاین شده که البته جلسه قبل این کار انجام دادیم و از بخش سفارش سازی این صفحه رو تغییرات لازمه رو انجام دادیم براش. خب پس صفحه فروشگاه نیاز به ادیت خاصی نداره. محصولات جدید رو انجام بررسی کردیم، ادیت کردیم، کالکشن ها همچنین و صفحه خانه و هوم هم تمام کردیم. تمام بخشی که لازم بود رو ادیت کردیم و چیزی که لازم بود رو قرار دادیم، لینک ها رو مشخص کردیم. تمام. به عنوان نکته آخر این جلسه نکته رو بگم خدمتتون که اگه دقت کنید در قسمت بالا نوشته فروشگاه به زودی راه اندازی می شود. همچنین در قسمت پایین صفحه نوشته شده که این صفحه در حالت به زودی است. برای شما و کسانی که مجوز دارن قابل مشاهده است. یعنی این صفحه فروشگاه منظورشه. خب اگر شما به عنوان یک کاربر عادی نه به عنوان منیجر یا طراح این سایت وارد این سایت بشید، وارد این صفحه فروشگاهی بشید، به شما یه پیغام میده که این صفحه به زودی در حال راه اندازی است و نمیذاره شما خرید انجام بدید. خب بذارید اینو چک کنید که بهتر متوجه بشید. من از این بخش خارج میشم، بیرون رفتن رو میزنم. حالا دوباره وارد سایت شدم اما به شکل یک کاربر عادی. قسمت‌های مختلف مثل کالکشن ها، محصولات جدید میتونم ببینم، مشکل نداره. اگر روی یکی از این محصولات کلیک بکنم وارد اون صفحه اون محصول نمیتونم بشم که خرید انجام بدم. یا اینکه وقتی وارد صفحه فروشگاه بشم دوباره همین پیغام رو میگیرم که این سایت در حال ساخته و به زودی در راه اندازی میشود. خب گفتیم این کارو میکنه به خاطر اینکه خرید صورت نگیره. حالا میخوایم برگردیم به پیشخوان وردپرس، لاگین میکنیم. حالا داخل پیشخوان هستیم. ببینید در این بالا نوشته شده که فروشگاه به زودی راه اندازی میشود. این تنظیمات از کجا آمده؟ از ووکامرس. زمانی که داشتیم قالب آسترا رو نصب میکردیم ووکامرس رو هم همراه باهاش نصب شد به صورت اتوماتیک و الان این قابلیت رو ووکامرس رو ما میده. حالا اگه بخوایم اینو تغییر بدیم روی همین گزینه فروشگاه به زودی راه اندازی میشود کلیک بکنید. دو تا گزینه داره، گزینه به زودی و گزینه زنده. گزینه به زودی همین چیزی که الان هست. اگه بخوایم اینو تغییر بدیم گزینه زنده کلیک بکنید، ذخیره تغییرات. حالا این عبارت بالا تغییر کرد به زنده و وقتی وارد سایت بشیم در قسمت فروشگاه
دیگه اون عبارت پایین وجود نداره. همچنین اگر که از این سایت خارج بشیم، خب الان به عنوان یک کاربر عادی وارد سایت بشیم، وارد صفحه فروشگاه میشیم، صفحه فروشگاه نشون میده دیگه بهمون. وارد یکی از محصولات اگه بشیم، محصولی ببینیم افزودن و ثبت خرید وجود داره، ولی تا زمانی که طراحی تمام نشده بهتره که همون حالت به زودی بذارید باشه. پس رو زنده کلیک بکنم، برم تو به زودی ذخیره تغییرات. خب در قسمت بوکامرس علاوه بر این گزینه‌های دیگه هم وجود داره. یکی از گزینه‌ها همین قابلیت مشاهده سایت بود، در اینجا هست. قسمت‌های دیگه‌ای داره، محصولات داره، حمل و نقل داره، پرداخت‌ها، خیلی گزینه‌های دیگه هستش. این بخشا رو می‌ذاریم برای جلسه دیگه مثبت مجزا دربارش صحبت می‌کنیم. امیدوارم این جلسه براتون مفید بوده باشه و دوست داشته باشید. اگر دوست داشتید لطفاً لایک کنید، کانال سابسکرایب کنید و ویدیوهای بعدی رو مشاهده بفرمایید. موفق و خوب و خوش باشید.